با آبربانک ملی خودت کف روسیه روبل برداشت کن. چجوری؟ بیا نشونت بدم. هر جایی که هستی خودتو برسون به این ATM ها، سیف کنید، حواستون باشه این ATM ها فقط این کار انجام میدن. آقای دکتر چجوری باید انجام بدیم؟ ما یه اپلیکیشن داریم به اسم اپلیکیشن پارت لایف. این اپلیکیشن رو باید عموما توی ایران فعال کنید و روی گوشی باشه که NFC داشته باشه. فعال میکنیم. قسمتی داره به اسم قسمت کهربا. قسمت کهربا فعال میشه. انتخاب عنوان کارت پیش‌فرضی کارت انتخاب میکنیم و کارمون رو در اینجا با NFC گوشی فعال میکنیم. شبکه میر هم شبکه روسیه هست. کارت خان رمز خودمون رو میزنیم. میگه چه عددی؟ یه پیش‌فرض به ما میده. من 1000 روبل برمی‌دارم. پول اینجاست. به همین راحتی. به همین راحتی با کارتای بانکی خودمون از ایران اینجا روبل برداشت کردیم. البته بقیه بانک ها هم قبول میکنه. توی کپشن می نویسم چه بانکایی و چه شرایطی داره. خیلی ممنون آقای دکتر.